لازانیا واقعا غذایی که نمیشه ازش گذشت. من که عاشقشم. حالا بریم برای آموزشش. 2 تا پیاز رو مثل من نگینی خورد کنید. مایتابه رو بیارید، روغن رو بریزید. من از کنجد استفاده میکنم. پیازا رو سرخ کن. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 2 حبه سیر، ریز ریز خوردش کن. اضافه کن به پیازا. یه هم بزنید. حالا نوبت گوشته. گوشته که رنگش عوض شد فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. 7-8 تا قارچ رو خورد کنید، اضافه کنید. آبش که قشنگ کشیده شد نوبت فلفل دلمه‌ایه. نگینی خورد کنید، اونم اضافه کنید. فلفلا که ریختید مدام هم بزنید. یه ذره که گذشت 2 تا قاشق غذاخوری رب، جوز هندی. آخ 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 این عالیه. پوست لیمو ترش، اینا فوتشه ها. و خود آب لیمو ترش. 1 قاشق نمک، 2/3 لیوان آب. درشو بذارید نیم ساعت بگذره. برای سس بشامل 25 گرم کره، 1 قاشق غذاخوری آرد با شیر. اینا رو با هم ترکیب کنید. به این مرحله که رسید نمک رو اضافه کنید، فلفل سیاه و دوباره جوز هندی. ظرفتون رو بیارید، روغن مالی کنید. لازانیا رو بچینید. من از این لازانیای 3 دقیقه‌ای استفاده کردم. 3 دقیقه فقط بعد بذارید تو آب. سس بشامل رو بریزید، موادتون رو بریزید رو سس بشامل، پنیر پیتزا. همین رو ادامه میدید تا آخر. آخرین مرحله رو به این صورت که من چیدم شما هم بچینید. بر تو فر 45 دقیقه. به 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 به. نگم برات. بی‌نظیر شد. جاتون خالی.